خروج فصل 16 خوراک منا و بلدرچین. جماعت بنی اسرائیل جملگی از ایلیم عزیمت کردند و در روز 15 از ماه دوم پس از خروجشان از مصر به صحرای سین رسیدند که میان ایلیم و سینا واقع است. در آن صحرا جماعت بنی اسرائیل جملگی بر ضد موسی و هارون زبان به شکایت گشودند. بنی اسرائیل بدیشان گفتند: کاش در همان سرزمین مصر به دست خداوند مرده بودیم. آنجا گرد دیگ‌های گوش می نشستیم و نان سیر می خوردیم. ولی ما را به این بیابان آورده ای تا همگی این جماعت را از گرسنگی بکشید. آنگاه خداوند به موسی گفت: همانا من از آسمان برای شما نان می بارانم و قوم هر روز بروند و به اندازه نیاز همان روز نان گرد آورند. بدین سان ایشان را خواهم آزمود که آیا مطابق شریعت من رفتار می کنند یا نه. در روز ششم وقتی آنچه را که می آورند آماده کنند باید 2 برابر مقداری باشد که روزهای دیگر گرد می آورند. پس موسی و هارون به همه بنی اسرائیل گفتند: شامگاهان خواهید دانست که این خداوند بود که شما را از سرزمین مصر بیرون آورد و بامدادان جلال خداوند را خواهید دید، چون که او شکایت شما را از خداوند شنیده است. زیرا ما چیستیم که از ما شکایت کنید؟ و موسی گفت: چون خداوند شامگاهان به شما گوش دهد تا بخورید و بامدادان نان دهد تا سیر شوید، این را خواهید دانست. زیرا خداوند شکایتی را که از او کرده اید شنیده است. ما چیستیم؟ شما نه از ما بلکه از خداوند شکایت کرده اید. سپس موسی به هارون گفت: به تمامی جماعت بنی اسرائیل بگو به حضور خداوند نزدیک آیید، زیرا شکایت شما را شنیده است. پس در همان حال که هارون با تمامی جماعت بنی اسرائیل سخن می گفت، ایشان به سوی صحرا می نگریستند که هان جلال خداوند در ابر ظاهر شد. خداوند به موسی گفت: شکایت بنی اسرائیل را شنیدم. بدیشان بگو هنگام عصر گوشت خواهید خورد و بامدادان از نان سیر خواهید شد، تا بدانید که من یهوه خدای شما هستم. شامگاهان بلدرچین ها برآمدند و اردوگاه را پوشانیدند و بامدادان لایه‌ای از شبنم گرد اردوگاه نشست. و چون شبنم برخاست، اینک بر روی صحرا پولک‌های ریز شبیه ژاله یخ زده بر زمین پدیدار شد. بنی اسرائیل با دیدن آن با یکدیگر گفتند: این چیست؟ زیرا نمی‌دانستند آن چیست. موسی بدیشان گفت: این نانی است که خداوند به شما داده تا بخورید. فرمان خداوند این است: هر یک از شما به اندازه خوراکش از آن برگیرد. برای هر نفر که در خیمه شماست به اندازه 1 اومر به شماره نفوس برگیرید. پس بنی اسرائیل چنین کردند. برخی زیاد برگرفتند، برخی کم. و آن را به معیار اومر اندازه گرفتند. آن که زیاد برگرفته بود اضافه نداشت و آن که کم برگرفته بود کم نداشت. هر کس به اندازه خوراکش برگرفته بود. آنگاه موسی بدیشان گفت: هیچ کس نباید چیزی از آن را تا صبح باقی نگاه دارد. اما به موسی گوش ندادند و برخی قسمتی از آن را تا صبح باقی نگاه داشتند، ولی آنچه نگاه داشته بودند کرم گذاشت و متعفن شد. پس موسی بر ایشان خشم گرفت. باری هر روز صبح هر کس به اندازه خوراکش از آن برمی گرفت و با گرم شدن آفتاب آب می شد. قوم در روز ششم 2 چندان، یعنی برای هر نفر 2 اومر برگرفتند و رهبران جماعت جملگی آمده موسی را از این امر آگاه ساختند. او بدیشان گفت: فرمان خداوند این است: فردا روز فراغت است، شبات مقدس خداوند. پس آنچه باید پخت بپزید و آنچه باید جوشاند بجوشانید و آنچه باقی ماند ذخیره کرده تا صبح نگاه دارید. پس مطابق دستور موسی آن را تا صبح ذخیره کردند که نه گندید و نه کرم گذاشت. آنگاه موسی گفت: امروز از این بخورید، زیرا که امروز شباتی برای خداوند است. امروز از این چیزی در صحرا نخواهید یافت. 6 روز آن را برگیرید، ولی در روز 7 که شبات است از آن هیچ نخواهد بود. با این حال برخی از مردم در روز 7 بیرون رفتند تا از آن برگیرند، اما چیزی نیافتند. آنگاه خداوند به موسی گفت:
تا به کی از اجرای فرمانها و شرایع من سرپیچی می‌کنید؟ ببینید که خداوند شبات را به شما بخشیده است. از همین روز که در روز ششم به اندازه 2 روز به شما نان می‌دهد. پس در روز هفتم هر کس هر جایی هست همونجا بماند. کسی نباید از مکانش بیرون برود. پس قوم در روز هفتم فراغت یافتند. خاندان اسرائیل آن نان را منا نامیدند. آن همچون تخم گشنیز سفید بود و طعمی چون کلوچه عسلی داشت. موسی بعدها گفت: فرمان خداوند این است: 1 اومر از منا را برگیرید تا طی نسل‌های شما نگاه داشته شود، تا آن نان را ببینند که در صحرا به شما برای خوراک دادم، آنگاه که شما را از سرزمین مصر بیرون آوردم. پس موسی به هارون گفت: ظرفی برگیر و آن را از 1 اومر منا پر کن و آن را در حضور خداوند بگذار تا در نسل‌های شما نگاه داشته شود. هارون مطابق آنچه خداوند به موسی فرمان داده بود منا را مقابل صندوق شهادت قرار داد تا نگاه داشته شود. بنی اسرائیل 40 سال منا می‌خوردند تا به سرزمینی آباد رسیدند. باری تا رسیدن به مرزهای کنعان خوراکشان منا بود. اومر معادل 1/10 ایفه است.